به نام خدا. معرفی دستگاه اتوسیپاپ رسمد رو داریم، سری 10. دستگاه ما خب این بیس دستگاه هستش، شلنگ دستگاه هست، مرطوب کننده، کابل برق و آداپتور و کیف دستگاه. برای راه اندازی دستگاه ابتدا کابل برق رو به برق میزنیم. ورودی برق پشت دستگاه هستش، جا میزنیم، دستگاه فوراً روشن میشه. این ظرف مرطوب کننده مون هستش که اینجا اگر که 4 تا انگشت رو بندازیم به سمت بالا بکشیم مرطوب کننده باز میشه تا اینجا که کلمه ماکسیموم نوشته شده. تا زیر خط ماکسیموم میتونیم آب جوشیده سرد شده یا به مقطر پزشکی داخل مرطوب کننده بریزیم. میبندیم. جای دستگاه رو ثابت روی سطح صاف قرار میدیم. اگر زیر مرطوب کننده خیس شده باشه خشک میکنیم با دستمال و کنار دستگاه میذاریم و فشار میدیم. و نکته قابل توجهی که هستش، اگر قصد دارین دستگاه رو جابجا بکنید، ابتدا مرطوب کننده رو در بیارید، جای دستگاه رو فیکس کنید و یه شلنگ داریم، شلنگ معمولی یا اسلیم لاین بهش گفته میشه. دو تا سر شبیه به هم داره. یک سرش رو به خروجی دستگاه باز میکنیم و سر دیگر رو به ماسک که قبلا آموزش نحوه نصب کردن ماسک رو هم گذاشتیم. برای روشن کردن دستگاه، وقتی که دستگاه روشن بود ماسک رو هم شما به اینجا بس کردیم و روی صورت بیمارتون نصب شد. یعنی به این صورت که حالا من دستم رو اینجا میذارم که میخوام دستگاه رو روشن کنم ایجاد نشتی نکنه. این دکمه رو شما فشار میدین، دستگاه شروع به کار میکنه. میبینید شروع به کار میکنه، داره هوا رو با فشار مثبت فوت میکنه. روی فشاری که تنظیم کردیم بعد از چند ثانیه LCD به این صورت خاموش میشه. دستگاه هیچ گونه صدایی نداره. این LCD هم به خاطر این خاموش میشه که نورش موقع خواب اذیت نکنه. برای استوب کردن دستگاه دوباره همین دکمه مجدد فشار میدید و این توضیح کامل نحوه نصب کردن دستگاه اتوسیپاپ هستش. اینجا روی بیس دستگاه یه حالت درپوش مانند هست که با ناخن میشه باز کرد. فیلتر دستگاه قرار داره که میشه به صورت هفتگی در آورد و به این صورت حالا مثلا توی فضای باز بتر کنید یا خاکش رو بگیریم برای بستنش به این صورت. اینجا 2 تا درپوش داره، درپوش که یه زایه آبی رنگ داره، شما ناخنتون رو بندازین. اینجا هم رم دستگاه هستش که تمام اطلاعات مربوط به خواب بیمار شما روی رم ذخیره میشه که ما میتونیم ازش گزارش بگیریم. روی صفحه دستگاه هم روی هر گزینه‌ای که باشه، ما اگر دکمه هوم رو فشار بدیم، این دکمه که عکس خونه روشه، اینو فشار بدیم میام روی این گزینه. با این دکمه قابلیت چرخش و تنظیم داره. روی مای آپشن گزینه اول که آبی رنگ هستش مای آپشن فشار میدیم. برای تنظیم میزان مرطوب کنندگی دستگاه شما میتونید بیاین روی گزینه 1 2 3 که نوشته هیومیدیتی لول شما فشار میدین. اینجا از قابلیت آف رو داره، میتونید اصلا قطعش بکنید که گرم نکنه و میتونید روی درجه 4 بزنید که به صورت معمول و پیش‌فرض ما روی 4 میذاریم. اگر بیمار بعد از استفاده از دستگاه احساس خشکی دهان کردن میتونن روی این رو فرداش یه دونه اضافه تر بکنم و این عدد تا عدد 8 قابلیت استفاده داره، ولی خب خیلی میزان مرطوب کنندگیش زیاد میشه. برای برگشتن به گزینه اصلی هم دوباره همین دکمه رو فشار میدیم. مرسی.